و افتخار جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه فرخار بنیاد و از نوسازی انشاءات تعیینات گوناگون از جمله بناهای معمولی، مؤسسه‌های ساحه معارف و تندرستی، فرهنگ، کشیدن خط آب و برق، نصب ستونپایه‌های روشننمایی، سبز و خرمگردانی و انجام دیگر کارهای بنیادکاری و سازندگی با مرام ادامه دارد. وابسته به نقشه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه فرخار 435 عدد انشاءات به نقشه گرفته شده که تا به امروز 632 عدد به استفاده داده شده‌اند. در سال 2025 66 عدد به نقشه گرفته شده بود که زیاده از 76 عدد انشاءات مورد استفاده برای قرار دادیم که نسبت به نقشه 10 عدد زیاد میباشد. چنین تدبیر اندیشی‌ها و سهمگذاری گروه تشبسکاران در تطبیق با ثمر سیاست سازنده دولت و حکومت مملکت بیشک بر رشد و پیشرفت ساحه‌های گوناگون، رفع مشکلات در محل بوده، بیشتر گردانیدن انفراستراکتور دیهات و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان زمینه استوار گذاشت. همین تشبس جوانان رو دستگیری میکنیم و امید است که اساسی ترین کمبودی ها رو تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی انجام میدیم. ساکنان و صاحبکاران برآمند ناحیه فرخار با عزم و تلاش‌های همه‌جانبه سعی و کوشش نموده ایستادند که در همه گونه کارهای آبادانی و سازندگی پیوسته فعالانه اشتراک نموده در شکوفایی این گوشه تاجیکستان عزیزمان سهم باسازی خویش را گذارند.